خیلی برای من بدترین روزای زندگیم مرگ زنم بود، مرگ مادرم بود و مرگ اعلیحضرت. خیلی برای من مشکل بود اعلیحضرت رو اونجور ببینم در اونجا که آمده نشسته، تمام لوله ها رو از بدنش باز کرده بودن. یه روز قبل بود، قبل از مرگش بود. و بعد گفتم که همونطور که گفتم ایران میریم و گفت نه و اینا. بعد گفتم که اعلیحضرت گفت من برای چی به ایران برگردم؟ شما بگید که اگه من اشتباه کردم، خیلی خوب ممکنه اشتباهات هم کردم، خیلی اشتباه میکنم، ولی من بپرسید من چه کار کردم برای اینا. من تمام کارگرها رو سهیم خاکنه‌ها کردم، من زنها رو آزاد کردم، من اصلاحات ارضی کردم، من نمیدونم دانشجویان و دانشگاه رو مجانی کردم، غذا برای فرزندان اون در مدرسه ها دادم، سپاه دانش درست کردم که همه رو سپاه بهداشت درست کردم که همه از بیماری و ناخوشی و تراکم و مالاریا نجات پیدا بود. چه کار بودش که من نکردم در این مدت برای من کردم؟ آقا چرا این ملت پشتشو به من کرد؟